اتفاقاتی که قراره تا 1 ماه آینده تو زندگی شما پیش بیاد، چند تا نفس عمیق بکشید و نیت خودتون رو انجام بدید. به امید خدا. شما لیوان رو یه لحظه نگاه بکنید. از همین الان داره خبرهای خوب برای شما میاد. خب اون فردی که باهاش توی رابطه احساسی هستین، اون کسی که در حال حاضر دارید بهش فکر میکنید، به شما پایبند هستش، دوستتون داره و داره بهتون میگه که کلی شادی از طرف ایشون دریافت میکنید به امید خدا. خب دارم براتون خبرهای خیلی خوشحال کننده میبینم. دیدار با یه خانومی که موهای مجعد یا حالتداری داره. این خانوم دست شما رو میگیره و تو مرحله ای از زندگیتون کمکتون میکنه و باعث میشه که یه مرحله رو به خوبی شما بگذرونید به امید خدا.